خدمت بینندگان عزیز در مرحله اول سلام عرض می کنم. علت ویدیو مجدد بنده امروز 20 دسامبر 2025 حادثه‌ای بوده که در سفارت در کنسولگری دبی نسبت به شخص بنده اتفاق افتاده که امروز قصد دارم یه خورده بیشتر در مورد چرا بنده فوش به آقای خامنه‌ای دادم، حالا بهشون برخورد یا نخورد، بعد از سالها آنها ایرانیایی که بعد از سالها در اروپا کارهای منو دنبال کردن و دیدن، این سال ششمه که من به جمهوری اسلامی و دولت خودم در نروژ هشدار میدم در مورد اتفاقات مشکلات اقلیمی و اینکه چرا بنده را به مسخره بازی میکشونن و در نهایت جواب سربالای شما پیش ما پرونده ندارید جواب میدهند. علت اینکه بنده به آقای خامنه‌ای فوش دادم، حرف بنده حرف زمان بوده، حق حقوق بشر. آقای خامنه‌ای یعنی بچه من حق نداره به دست شما لغت بشه. این یک حق حقوقیه که به هر شهروندی، نه فقط ایرانی، غیر از ایرانی هم تعلق دارد. آقای خامنه‌ای 15 ساله مردم رو به مسخره بازی پرونده هسته‌ای گرفتید و به درد هیچی جز ولخرجی و پرونده های بی کفایت شما. از دیگر دوستان میدانند که وقتی میگویم پرونده بی کفایت شما، یعنی میلیون ها خرج فقط یک نشست هسته اقلیمی میکنید، منتها یک لحظه توجه به حق حقوق مردم نمی کنید که امروز در رسانه خوندم 7 نفر فقط به خاطر سیل زدگی جان باختن. امثال اینا خیلی زیاده. آقای خامنه‌ای، من فقط یک توضیح خیلی کوچکی در مورد موقعیتی که پستایی که در ایکس گذاشتم برای شما توضیح میدم نسبت به آب، گردش آب، نسبت به موقعیتی که من بارها هشدار دادم و توضیح دادم. من فقط یک ساک بزرگ به اندازه این بزرگ، 2 برابر این بود، در سفارت اسلو 2 سال پیش دست آقای یادم نمیاد اسمشون، دست آقای سفیر بود با اون مندوبش، تحویلشون دادم. بیش از 2 سال، حدود 3 سال میشه، هشدار دادم که ببرید به هواشناسی در تهران دست دولت تحویل بدید. ببینید چرا بررسی نمی کنن، چرا پیگیری نمی کنن به این مسائل. نسبت به آب یک بار دیگر یک توضیح خیلی کوچکی میدم. آقای خامنه‌ای، اگر این گردش آبه، اگر این رینگایی که داخل آب دیده میشه همون آب آشامیدنی که شما میل میفرمایید، اگر یک حباب آب به این شکل باشه، این حباب آب مانند پستی که از سنگا گذاشتم که چرا سنگا به این شکل در اومده، مانند کاسه چشم، حباب آب برمیگرده به تغذیه ما، برمیگرده به طبیعت ما، برمیگرده به اون ستونهای ثابتی که بارها برای شما پست شده، ارسال شده، طرح‌ها و نقش و نگارهایی که برای شما فرستادم. اما که چرا رسیدگی نمی کنید، چرا پیگیری نمی کنید؟
دنبال پروژه هستید آقای خامنه ای. براتون توضیح میدم چه پروژه ای. اگر این یک رینگ دوچرخه باشه، این رینگ دوچرخه در مرحله اول باید ستونهای ثابت داشته باشه، سه‌ضلعی. ستونهای ثابت سه‌ضلعی مانند دستی که یک قاشق ورمی داره میذاره در دهان، مانند انگشتای پا، مانند دهانی که با اون شعار میدهید، مانند کاسه چشم. اول از همه یک رینگ به زوایای مساوی در سه‌ضلعی طراحی میشه. سپس گردش این رینگ باید ثابت یک جا بماند. این گردش آب مای است. گل هایی که در پست پایین گذاشتم توجه کنید. اگر بخوام بگیم این گله، این برگی که اینجا گله، یک ستون اینجا قرار میگیره. این ستون بستی فرق وسط هسته اصلی آب هست. هسته اصلی جایی که بدن انسان گردش آب رو کنترل میکنه در این قسمت قرار میگیره. اما به خاطر دیدگاه کور، این بار میگم دیدگاه کور، این قسمت ها، این دو کاسه از روی یکدیگر جدا شد. متوجه هستید؟ وقتی در گردش گل نگاه میکنیم، یک ستون اون وسط قرار داره. اون گردش باعث میشه که اون ستونی که اون وسط هست در میاد، مرور زمان پژمرده میشه و میفته. همون اتفاقیه که در این قسمت میفته. سنگایی رو که پایین تر میبینید همون گردش فرق وسط و گردش چشم، کاسه چشم، گردش آب چشم، کاسه چشم به شکل اگر این قسمت دریچه آلت تناسلی باشد، خب با گلی که اینجا در نظر گرفتیم و همون پیازی که فقط یک ستون داره، با اون پیازی که فقط یک ستون داره، یک رینگ، دو رینگ، سه رینگ، چهار رینگ، پنج رینگ. این پیازی، پستی که پایین تر گذاشتم، اون پیازی که پایینه فقط یک ستون داره. زمانی که به قسمت آلت تناسلی نگاه میکنیم، اون قسمت هم فقط یک ستون مانند پیاز داره.
پس چرا دو ستون مختلف پیچیده در هم دیگر است؟ اگر به باسن از پشت نگاه کنیم، یک ستون کامل و یک فرق وسط مانند گل پژمرده، این قسمت یک بار دیگر یک ستون همون پیازچه که هنوز دوبار دور نخورده به دور هم بچرخه. منظور من از این قسمت اینی که اون طبیعتی که شما در موردش سیاست تشکیل میدید، اون طبیعتی که در مورد محیط زیست یا هر فناوری که شما در دولت دارید، پس کجاست؟ نسبت به چه گردشی، نسبت به چه سیاستی، نسبت به چه اقتصادی حق حقوق مردم در ایران رعایت می شود؟ اگر در مورد توربین های بزرگتری بخوام صحبت بکنم، توربین های پشخاب پرنده ها، در مرحله اول این قسمت بایستی رعایت شود. آقای خامنه‌ای، گردش نوری، گردش صوتی در مرحله اول باید رعایت شود. اگر این گردش نوری ماست که یک رینگ به دور او میچرخد، آلت تناسلی باشد، باد میاد، شلوغ، مجبوریه دیگه، چیکار کنیم؟ اگر این گردش نوری ما باشد که موج مانند موج افقی حرکت میکنه، گردش صوتی ما عمودی، به جای خم شدن باید ثابت یک جا وایسته. به همون شکل که یک هویج، به همون شکل که یک خیار، به همون شکل که تغذیه ما، طبیعت ما تلاش در ستون زدن و ثابت ایستادن فعالیت خودشو انجام میده. به همون شکلی که چشم دیدگاه اصلی انسان بایستی عمل کنه. آقای خامنه‌ای، بنده اگر میام در سفارت فوش خارمادر به همه میدم و میرم، به خاطر اینکه حق دارم. پونزده سال پرونده هسته‌ای به درد هیچی که نخورده، هیچ. روز به روزم اعدام ها گسترده تر از ماه ها و سالهای گذشته میشه. جزئیات این مسائل بسیار گسترده است. من زمانی که در اسلو بودم با کارهای خیلی بهتر از این مسائل سعی کردم توضیح بدم واسه مقامات آقایون نروژی، هیچ کدوم توجه نکردن. بارها به سفارت جمهوری اسلامی در اسلو آقای یوسفی سفیر جمهوری اسلامی در اسلو، من با ایشون دست دادم. البته زمانی من با ایشون دست دادم که دید من خونم جوش اومد، چه در سفارت رو با لغت زدم تا در رو باز کرد. وسایل من کو؟ کارای من کو؟ چرا می دزدید؟ به درد چی می خورید؟ بنده هیچ وقت نمیام پروژه‌ای دست شما بذارم که بذارید تو حلقوم چینیا و مردم رو اعدام کنید.
گردش آب برمیگرده به خودمون. بیش از 6 سال است در این زمینه دارم توضیح میدم. نخیر، بنده قصد فرار کردن از این دولت را ندارم. فوش دادم، حق دارم، بایستی رسیدگی کنید. اون اسلو، اونم آقای نخست وزیر اسلو، بفرمایید ببینید جریان از چه قرار است. من یکی کوتاه نمیام. توضیحات من به اندازه کافی کامل بوده، دقیق بوده و شما موظفید پیگیری کنید ببینید چیه جریان. 80 میلیون تو ایران منتظرن تا صدای این مسائلی که من دارم مطرح میکنم به علاوه باقی پرونده ها، به علاوه 1001 پروژه و فناوری که در اختیارتون گذاشتم کجا رفته. فقط 7-8 عدد از پروژه های منو که برای سفارت ارسال کردم، فقط 7-8 تا از این پروژه ها بیش از 1000 میلیارد دلار غیبت داره. کجا رفته؟ چرا جوونا رو بایستی بکشید و بیکار بگردن و همه معطل باشن سال پی در سال؟ من حق دارم حرف بزنم و فوش بدم، به خاطر اینکه صدای من داره از تمام حرفا و شعارهایی که شما میدید بلندتر میشه. با کاغذهایی که تو دل زباله پیدا کردم، با سنگی که روی زمین پیدا کردم، با از برگی که از اینجا میکنم از رو زمین ور میدارم میام، براتون توضیح دادم. تو اسلو این کاری کردم، تو هلند این کاری کردم، تو اسپانیا این کاری کردم. خجالتم خوب چیزیه. واسه چی میخواید شعار الله اکبر رو نمیدونم خدا پیغمبر بندازید وقتی حق حقوق مردم رو رعایت نمی کنید؟ حتی خود آخوندا رو، بچه های آخوندا رو، اینایی که میشینن کوف میکنن سواری ماشین های آخرین مدل میشن. خودتون مسخره اید، نه من. حق دارم فوشتون میدم تو سفارت، آبروتون میبرم. این پستو میذارم خودتون با چشم خودتون ببینید. نه ازتون میترسم نه هیچی. بیاید ببینم کی قوی تر این وسط. این پیام من شخصا به آقای خامنه ای بوده.